بعد ترمیم و تجدید راه‌های جمهوری و آوردن اتوبوس‌های حاضرزمان تمس و منی، استحصال مشترک آلمان و ترکیه، روای مسافران آسان و به طبع دل آنها موافق و مناسب گردید. صفت خدمترسانی نقلیاتی مذکور به طلبات زمانه جوابگو بوده، نسبت به نقلیات دیگر بهتر است. جمعیت سهامی پوشیده هلدینگ کانت تاجیکستان، فیلیال ایشن اکسپرس ترمینال، بعد آغاز فعالیت ترمینال بین‌المللی مسافربری شهر دوشنبه سال 2013 صاحب 39 اتوبوسی مذکور گردید که 19 عدد آن را اتوبوسی من و 20 عددش را اتوبوس‌های تمس تشکیل می‌دهد. الحال اتوبوس‌های مذکور در 14 خط سیر نواحی گوناگون جمهوری به روای مسافران کمک می‌رسانند. رانندگان هر سحر از نظارت دکتر و نقلیات از سنجش متخصص نظارتچی گذشته، رانندگان از مصلحت و مشورت رهبریت برخوردار می‌شوند. رهبریت ترمینال مقصد دارند که با پیدا شدن شرایط مساعد خط سیر اتوبوس‌ها را به خارج کشور نیز برامونند. همچنین نیت دارند بخش ترمینال را در سمت راه دوشنبه ترسونزاده بنیاد و نقلیاتی به طلبات مردم جوابگو را به کشور وارد نمایند. در این باره فیروز نصریف سردار شعبه تکنیکی جمعیت هلدینگ کانت تاجیکستان به اگنتی اطلاعاتی خاور خبر داده است.